تا حالا برات سوال شده که چرا همش یه سری آدمای اشتباه رو داری جذب خودت میکنی؟ چه میخواد دوست و رفیق باشه، شریک عاطفی یا عشق باشه، همکار باشه، فرقی نمیکنه. انگار به واسطه اون آدما ما یاد گذشته یا افرادی که بهمون آسیب زدن، ضربه زدن، اذیتمون کردن میافتیم. حالا فکر کردی دلیلش چیه؟ چرا همش این الگو، این چرخه انگار تکرار میشه، هی تکرار میشه و آدمایی با همون تیپ وارد زندگی میشن؟ میخوام قشنگ تو این ویدیو برات باز کنم که چرا این چرخه به وجود میاد، چطوری این چرخه رو بشکنیم و چطوری جایگزین کنیم آدم درست و آدمای درست رو که واقعا لیاقتش رو داریم. پس همراه من باش، قرار نکات خیلی مهمه بهت بگم که بتونی یک بار برای همیشه این چرخه رو بشکنی. سلام، پویا رضایی هستم. اینجا توی کانال نقطه عطف با هم در رابطه با معنا، رشد فردی و عشق صحبت میکنیم و موضوعات این شکلی تا بتونیم آگاهتر بشیم، عمیق‌تر بشیم، بتونیم خودمون و دیگران رو بهتر بشناسیم و بتونیم زندگی قشنگتری درست کنیم. بذاریم این ویدیو رو با یک داستان موضوع رو ببریم جلو و شروع کنیم. یادم یکی از دوستان بود، وقتی با یه آدم وارد رابطه میشد، با اون فرد وارد رابطه میشد، بعد از یه مدت که خب اوایل طبیعتا همه چی گل و بلبل بود، خوب بود، اوکی بود، ولی بعد از یه مدت انگار داشت براش یه سری چیزا باز تکرار میشد، داخل همون الگویی که گفتم، داخل همون چرخه‌ای که گفتم، هی تکرار و تکرار میشد و اینطوری بود دقیقا. گفت باز بی‌توجهی، باز بی‌مسئولیتی، باز فلان کار اشتباه. چرا همش اینجور آدما جذب من میشن؟ چرا همش اینجور آدما سمت من میان؟ چرا همش اینا تکرار میشه؟ و این فقط داستان دوست و رفیق من نیست، داستان خیلی از ماست که برامون اتفاق میفته. به سری آدمای اشتباه میشیم و یه سری الگو انگار برامون تکرار میشه که دقیقا مثل دوست من با خودمون میگیم چرا همش اینجور آدما میان سمت. خب میخوایم اول از همه بگیم چرا ما جذب این آدمای اشتباه میشیم، یعنی این آدمای اشتباه رو جذب خودمون میکنیم و وارد یه چرخه تکراری، الگوی تکراری میشیم. سه تا دلیل خیلی مهم میخوام بهتون بگم. دلیل اول، سبک دلبستگی و ریشه در کودکی ما. ببینید از ما 4 مدل سبک دلبستگی داریم: ایمن، اضطرابی، اجتنابی و ناایمن یا آشفته هم بهش میگن. که حالا من اینجا فقط یک اشاره‌ای بهش می‌کنم، خیلی کوتاه توضیح میدم چون یه ویدیو جداگانه دارم، لینکشو پایین براتون میذارم، کامل تمام این بحث سبک دلبستگی و اینکه از کجا به وجود میاد، چرا دلیل به وجود اومدنش چیه، همه رو کامل توضیح دادم. خیلی ویدیو خوبی، خیلی میتونه کمکتون کنه، باعث میشه این ویدیو رو راحت‌تر هم متوجه بشید. اینجا من همه رو کامل توضیح دادم، اینجا فقط یه اشاره بهشون میکنم. ببین مثلا ما سبک دلبستگی اضطرابی رو داریم. کسی که به محض اینکه از اون شریک عاطفیش یا عشقش بی‌توجهی میبینه، فاصله میبینه، دوری میبینه، دچار اضطراب و استرس میشه. نکنه دیگه دوستم نداره، نکنه دیگه منو نمیخواد، نکنه اشتباهی کردم، یا همش نگران این که مثلا اون فرد از دست استرس. یه زنگ میزنه جوابشو نمیده، دوبار زنگ میزنه جوابشو نمیده، چی شده؟ باز من کاری کردم، اتفاقی براش افتاده فلان. این یعنی کسی که دلبستگی استرس و ریشه‌ش هم برمیگرده بود به کودکی. اینکه مثلا خانواده اون بحث مثلا توجه، عشق و محبت و شرطی سازی میکردن، مثلا گفتم فلان کارو بکنی دوست دارم، فلان کارو بکنی برای چیزا میخوام، یا یه جایی اون توجه عشق دوست داشتنه بوده، یه جایی نبوده. این باعث میشه تو ناخودآگاه بچه این به وجود بیاد که پس من باید برای به دست آوردن عشق و دوست داشتنه بجنگم، برای به دست این توجه خیلی بجنگم و وقتی اینو نمیگیرم حالم بد میشه. و این خیلی مهمه که ما اول از همه آدمای اشتباه داریم جذب خودمون میکنیم، سمت خودمون میشه. این یک از دلایل خیلی مهمشه. بخاطر اینکه ریشه در کودکی ما داره، بخاطر اون سبک دلبستگی ما اون آدما جذب میشن یا حتی خودمون جذب میشیم. دلیل دومی که میخوام بهش بگم و بهش میرسیم همین، اینکه مغز ما چون از کودکی، از بچگی همینطوری بوده، عادت میکنه به یک فردی که بهمون میبینیم بی‌توجهی میکنه بیشتر جذب میشیم، چون خانواده مثلا اینطوری با ما رفتار کردن، اینطوری تو بچگی ما، تو ناخودآگاه ما به وجود اومده. پس
فردی داره به بی توجهی میکنه، من برم سراغش، توجهش رو به دست بیارم تا اون عشق و دوست داشتن مثلا این مدام تکرار میشه. مغز ما اینه یه جور الگو میگیره که از بچگی همراهش بود. مورد سوم، چیزی که خیلی خیلی مهمه، کمبود عزت نفس و عدم مرز شخصی برای خودمون، چارچوب برای خودمون. اینکه ما تو رابطه قدرت نگفتن نداریم، پا میذاریم رو مرزها و چارچوبای خودمون به خاطر شریک عاطفیمون. یه کاری اشتباهی ولی به خاطر اون انجام میشه. این داریم پا روی خودمون و مرزامون میذاریم، قدرت نگفتن نداریم. هر چی میشه اون تاییدش میکنیم، قبولش میکنیم، باش سازگاری. اینا چیزایی که حتی باعث میشه خیلی ما از چشم بیفتیم، چرا که بخوایم جذب بشیم. این کمبود عزت نفسه، این کمبود اعتماد به نفسه، حتی یه جاهایی باعث میشه اون فردش، اون کسی که باش وارد رابطه‌ای، از ما سوء استفاده عاطفی بکنه. حتی نمیگیم اونم از قصد، ناخودآگاه سوء استفاده عاطفی از ما میکنه. میگه این که همیشه تاییده، این که همیشه قبول میکنه، که هیچی نمیگه. میبینی خاطر همینه. و خیلی وقتا ما وابسته این فردیم. دلیلش هم که ما وابسته اون فردیم که قدرت نگفتن نداریم، یا به خاطر اون مرزهای خودمون رو زیر پا میذاریم. که باز من در رابطه با همینم لینکشو پایین میذارم، یه ویدیو جداگونه دارم فرق عشق و وابستگی رو کامل توضیح دادم. من خیلی میتونه کمکت میکنه، چون خیلی وقتا ما وابسته یه فردیم که واقعا دوستش داشته باشیم که عاشق. این سه تا عامل خیلی مهمه، یعنی اینا باعث میشه که ما اون آدمای اشتباه رو جذب خودمون میکنیم یا جذب اون آدم اشتباه میشیم. سبک دلبستگی و مغز ما عادت کرده به کسی که بی‌توجهی میکنه جذب بشه، و اینکه حالا خودمون عزت نفسمون پایینه، مرز شخصی نداریم. همین الان من دارم کلی نکته یاد گرفتیم و فهمیدیم، همین خیلی میتونه کمک که باز حتی هر جا متوجه نشدید از من بپرسید، من حتما راهنمایی می‌کنم. این نکته خیلی مهم اینجا بهتون بگم اینه که خیلی وقتا ما فکر می‌کنیم عاشق اون فرد شدیم، دوستش داریم، ولی حقیقت اینه که ما بیشتر از همه جذب اون چیزی شدیم که ما رو یاد گذشته‌مون میندازه، یاد یه صفحه از زندگی میندازه که هنوز باز مونده، هنوز تموم نشده، هنوز بسته نشده. اینکه مثلا خانواده تو بچگی به ما بی‌توجهی می‌کرده، ما بعد به دست آوردن اون توجه می‌جنگیدیم، وقتی اون توجه رو می‌گرفتیم حسابی کیف می‌کردیم. و الان هم دقیقاً جذب کسی میشیم که ما بی‌توجهی می‌کنه، می‌جنگیم براش تا توجهش رو به دست بیاریم. وقتی توجه رو به ما میده کیف می‌کنیم. ولی آیا اون آدم واقعا آدم درست ماه؟ همین بعید. حالا 5 تا مورد خیلی مهم میخوام بگم برای اینکه این چرخه رو قطع کنی یک بار برن میشه و باعث نشه که خود جذب آدم اشتباه باشه، چه آدم اشتباه جذب خودت کنی. 5 موردی که خیلی میتونه کمکت کنه. شک ندارم، به شرطی که بهشون عمل کنی، به شرطی که بهشون پایبند باشی. تا وقتی عمل نکنی هیچ چیزی اتفاق نمیفته. مثلا اینه که تو سر کلی هدفهای بزرگ داری، کلی رویاهای بزرگ داری، ولی نشستی رو تخت، پاتو انداختی رو اون پات، هیچ کاری هم نمی‌کنی. هیچ وقت به دستشون نمیاد. 5 تا موردی که میخوام بگم. مورد اول این که اول از همه آگاه باش، بشناس، پیدا کن، بشین بنویس ویژگی مشترک اون نفراتی که باشون وارد رابطه شدی چیه، مشترک بوده بین همشون، حالا 2 تا 3 تا، یکی فرقی نمیکنه، اذیت میشد به خاطرشون، بی‌توجهی بوده، همشون بوده، بی‌مسئولیتی، چی بوده. بنویس، خیلی میتونه کمک کنه. بنویس، فقط نه که تو ذهن، شروع کن بنوشتن. مورد دوم، برای خودت مرز بذار، چارچوب بذار، یاد بگیر نه بگی، حتی وقتی جذب اولیه خیلی بالایی. خیلی نکته مهمیه. ما تو روزهای اول انقدر جذب اون فرد میشیم، انقدر اون جذب اولیه بالا که اجازه نمیده مثلا اون حتی اون چهره واقعیش خودمون تو طرف مقابل رو ببینیم، چون میخوایم اون ایدئال خودمون رو نشون بدیم. یا نگفتن برامون خیلی سخت شد، چون میخوایم توجه به دست بیاریم. بله میگیم تا توجه رو به دست بیاریم.
ولی خیلی وقتا با اون نه توجه بده. پس یاد بگیر و خودت مرز بذاری، چارچوب بذاری و تحت هیچ شرایطی خواهش می‌کنم کاری نکنی که پشیمون بشی از اینکه از رو خودت رد شدی، از اون مرز یا چارچوب. هیچ وقت این کارو نکن، چون خودت از دست میدی. مورد سوم، روی اعتماد به نفس و عزت نفست کار کن. این همه کتاب هست، دوره هست، الان هوش مصنوعی هست، یه سرچ ساده میخواد کلی راهکارهای عزت نفس رو بهت میگه که میتونی بهشون عمل کنی. خیلی هم ساده است. حالا من باز در آینده حتما ویدیو میذارم در رابطه با عزت نفس که چطوری رشد بدیم. ولی کار کن، روی عزت نفست کار کن. عزت نفس یعنی که اون تاییده، اون حس دیده شدن از درون خودت اول از همه بیاد. اینکه تو خودت ارزشمند بدونی، اینکه تو خودت همونطوری که هستی دوست داشته باشی. این عزت نفسی که ارزشمند و میتونه تو رو خیلی جلو بندازه تو روابط، تو هر کاری. خیلی از مشکلات ما به خاطر کم بوده عزت نفس، عدم عزت نفسی. ولی باید روش کار کنیم تا بهتر بشیم. ولی وقتی الان اینجایی، یعنی میخوای ببینه کار کنی، یعنی میخوای بهتر بشی و همین خیلی میتونه کمک کنه. و مورد چهارم، اینکه محیط انتخاب رو تغییر بده. چون محیط تکراری آدمای تکراری رو میاره سمتت. مثلا میگم وقتی تو فقط همیشه از فضای مجازی با افراد آشنا میشی، وارد رابطه میشی، خب شاید دلیلش همینه. قطعا میتونه همین باشه. همش اون الگوی تکراریه رو برات به وجود میاره. اصلا عوض رو فضای حضوری رو امتحان کن. فضای دیگه، یه جور دیگه. اون فضایی که آدما رو انتخاب میکنی رو تغییر بده. و مورد پنجم، و یعنی اصلا 4 تا مورد یه طرف، این یه طرف، لازم نیست با اون فرد سریع وارد رابطه بشی. چرا ما یاد گرفتیم که سریع میخوایم یه چیزی رو به دست بیاریم؟ باور کن چیزایی که ارزش داشته باشه و واقعا برای ما چیزای خوبی میتونه به همراه بیاره، راحت، ساده و سریع به دست نمیاد. باید صبور باشی، زحمت بکشی، تلاش کنی براش. چرا میخوایم سریع با یک فرد وارد رابطه بشی؟ حداقل 2-3 ماه باید بگذره تا به خودت اجازه بدی اون فرد تو رو بشناسه، تو اونو بشناسی. دارم میگم حداقل 2-3 ماه. ولی هنوز 2 روز نشده من دیدم، اونقدر دیدم از اینا، عشقم، عزیزم، قربونت بشم. آخه چرا؟ تو 2 روز واقعا چه اتفاقی افتاده؟ این وابستگی است، اون جذب اولیه است. چرا؟ تو 2 روز، تو یه هفته آشنایی با یکی سعی می‌کنی باش وارد رابطه بشی، وارد رابطه میشی، تازه اونجا داری اونو میشناسی. بعد که دیگه کار از کار گذشته، خیلی سخت میشه برگشتن. اول دو دستی می‌زنی تو سر خودت، چه اشتباهی کردم، بازم دوباره هم. از زمان بده که بشناسی طرف مقابل خودت. حداقل بس. خیلی خواهش میکنم این 5 تا موردی که گفتم رعایت کن. شک ندارم که این چرخه رو قطعش میکنی. شک ندارم که موفق میشی، میتونی جلوی این الگو رو بگیری و اون موقع میبینی که آدمای درستی هستن، شریک عاطفی درست میاد، چیزی که واقعا لیاقتش داره، چون خودت شروع کردی اول اصلا، چون خودت جلوش گرفتی. این واقعا خیلی مهمه. و یک بحث عملی میخوام بگم که اون 5 شامل اشاره بهش کردم که همین الان پیشنهاد میکنم شروع کن. یک کاغذ بردار بنویس 3 تا از ویژگی‌های مشترکی که تو نفرات قبلی بود و اذیت میشد، بنویس. همین الان شروع کن، خیلی میتونه کمکت کنه. و یک جنبندی هم با هم داشته باشیم، این که همش یه سری آدمای اشتباه سر راه قرار میگیرن و جذبشون میشی یا جذبت میشن. این به این معنی نیست که تو مشکل داری. این به این معنیه که یه سری زخما هست، یه سری آسیبا از گذشته هست که وقتی رسیده درمونشون کنی، وقتی رسیده بهشون توجه کنی، اون زخما رو خوب کنی، ببندیشون. چون وقتی اون زخما رو یاد بگیری ببندی، چون جاش کمتر میسوزه، کمتر درد میکنه، یاد بگیری چطوری خوبش کنی، باور کن بهت قول میدم خودتو کنار کسایی میبینی واقعا لیاقتشون داره. آدمای درست که تو رو میفهمن، که امنن.
ولی باید شروع کنی، ولی باید از خودت شروع کنی، بخوای. هر چقدر من میگم صحبت رو بکنم، حرف بزنم، ولی هیچ کاری نکنی فایده ای نداره. یک جمله خیلی معروفی از، حالا یادم نمیاد کی این جمله ارزشمند رو واقعا گفت، من گفت اگه میخوای دنیا رو تغییر بدی از مرتب کردن رخت خوابت شروع کن. توش خیلی هست. لازم نیست همش بخوای بقیه رو تغییر بدی، زور بزنی. به خودت اول نگاه کن. وقتی تو تغییر کنی، تو بهتر بشی، تو خوب باشی، بقیه هم بهتر میشن. آدمای درست میان تو زندگی، آدمایی که لازم نیست جون بکنی تا تغییرشون بدی، تا جون بکنی چیزو بهشون بفهم. خودت بشو منبع اون معنا، این درخشش، این نور، این معجزه. خیلی میتونی. و امیدوارم که خیلی نکات خوبی یاد گرفته باشی. سعی کردم جمع‌بندی کنم و چیزای مهمی رو بگم که میتونه خیلی کمک کننده باشه. و لطفا اگه از ویدیو خوشت اومد ویدیو رو لایک کن، اگه این کسی نیاز داره براش بفرست، و اگه کانال سابسکرایب نداری پیشنهاد ساب کن که ویدیوهای بعدی اومد از دستشون ندی. و حتما برام کامنت بذار، از تجربهات بگو، اینکه چی بوده اون ویژگی مشترکی که اون آدما داشتن و جذبشون شده، چی بوده، به هم بنویس. تجربه تلخی داشتی، هر چی درد و دلی، هر چی هست، من با کمال افتخار اینجا گوش میدم کنار دست. امیدوارم که موفق باشی و بتونی روز به روز به خود واقعی نزدیکتر بشی و نقطه عطف زندگی تو پیدا کنی.